مرغ کروپ خوابوندم. 21 عدد تخم مرغ زیر پاش گذاشتم. بعد از 21 روز این تخم مرغا به امید خدا جوجه میشن. این یکیشون، اونم که تازه در اومده با جوجاش. بریم ببینیم مرغ مادر جوجه ها را کجا برده. ببینیم مرغ مادر چطوری از بچه هاش محافظت میکنه. اگه احساس خطر کنه اینجوری سر و صدا میکنه. بریم سراغ بقیه. اینا هم بقیه مرغای من. اینم کبوترها. حالا بریم ببینیم اینجا چه خبره.